مسواک یادتون نره. سلام، خیلی خوش اومده به ویدیو دیگه. ما خیلی خیسه، چرب و خیسه، چربی روغن فولیکا. البته خوبین، خوشین، سلامتین. قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم من این نکته بگم. ویدیو آخر اگه دیده باشید کیفیتش می‌بینید که یه جوریه فوتیجای آیفون. من خیلی بلد نبودم ستینگش چجوریه، تنظیماتش و این داستانا رو. بعد متوجه شدم که باید توی پریمیر، برنامه تدوینی که ویدیو رو باش تدوین میکنم، یه گزینه است میذاره روی 709 رک. این یعنی چی؟ این یعنی که نور و رنگ فوتیجای آیفون رو اوکی میکنه، فیکس میکنه. اون نور و رنگی میشه که باید باشه. و یه نکته دیگه هم بگم، اینکه پریمیر من 2019 بود. همین باعث شدش که من فوتیجا رو نتونم اصلا بریزم تو پریمیر. یعنی فوتیجای آیفون رو ریختم تو پریمیر، بعد دیدم که چرا صدا سینک نیست، چرا صدا عقب جلوه، چرا تصویر گلیچیه. خیلی مشکلات داشتم و به اجبار این تصاویر رو ریختم توی برنامه به نام هند بریک که چیکار میکنه؟ حجم ویدیو رو میاره پایین، کیفیتش رو میاره پایین که فقط بتونه ادیت کنه. آره، نکته که می‌خواستم بگم این بودش که کیفیت یه جوری بود به خاطر اینا بود. ولی از این ویدیو به بعد دیگه کیفیت خوبه. البته اینم الان سلفیه، کیفیتش خیلی بهتره. حالا من الان دارم سلفی میگیرم که خودم رو ببینم. ولی آره، بریم که داشته باشیم. ما الان اومدیم سمت کجا اومدیم؟ از مترو اومدیم ایستگاه طالقانی. یه 10 دقیقه رو پیاده روی کردیم به سمت کجا؟ خیابان نجات اللهی. و حالا اینجا وایسادیم که چی بشه؟ اینجا وایسادیم که یکم دیگه بریم موزه گربه ایران. میخوام بریم موزه گربه ایران. حالا چی هست؟ کجاست؟ موزه است. یه موزه‌ایه که توش گربه است. اما اقسام گربه‌های ایرانی و غیر ایرانی اونجا هستش. و یه چیز جالب اینه که یه سری گربه‌ها، یعنی فکر کنم همشون اسم دارن. یکی از گربه‌ها اسمش از نصرت، یکی از داوود. من قبلا یه بار رفته بودم. ولی گفتم که خب ویدیوشو نگرفتم که شما هم ببینید. گفتم که چرا که نه، امشب بریم. اینجا هم جلوی یه جایی وایسادیم، قابای خوشگل و واقعا زشته. و به عنوان یک سگ پرسن میخوام برم موزه گربه میو میو کنیم. یکی بید شمس تبریزی، مولانا، قاب عکس، قاب نقاشی، هر چی. این از اینا تو خونه هر یه دایی و یه خاله ایرانی هست. بیشتر دایی و عمو یا فامیلای دور. من یه لحظه قلبم وایساد. تو گوپرو یه سری نورا اینجوری پلپ پلپ میشه. من فکر کردم که تو آیفون هم اینجوریه، گفتم ای، ولی نه، مثل اینکه خود این لامپ خرابه. خب بریم موزه گربه. اگه میبینید یه خورده تغییر قیافه دادم، لباسم عوض شده همین امروز تو همین ولاگ، به خاطر اینکه یه عزیز دلی به من کادو داد یهو. خیلی یهو. تو که لباست عوض کردی؟ مرسی. خواهش می‌کنم. بعد رفتم تو بنبست اینجا تو کوچه لباس عوض کردم که با این بریم ادامه اینجاست. یعنی اینجاست موزه گربه. بریم میو میو کنیم. ما خواستم بریم موزه گربه، ولی گفتن که باید بشین اول تو کافه که اجازه بدن که بریم بالا. یه رو گفتن بشینید یه چای چیزی بخورید بعد بیاید بالا. آره، اینجا هم قشنگه. ما اینجا باید اول از اینا بپوشیم، کاور کفش و دست و اینا. نه، فقط کفش بپوشیم. بعد پامون کنیم که محل زندگی گربه ها کثیف نشه. اینم گربه. بیا عزیزم، بیا میخوایم بریم پیشه. بیرون. سلام آقا فرشید، چطوری؟ میدونسته که اینا اسم داره هر کی؟ الان سول ماست بانو. سلام. من اگه گربه بودم اینجوری بودم. بویی گربه، همه فضاشه. البته آخرین باری که من اومدم این شکلی نبود، یکم عوض شده. خودشان سلام. سلام، چه شو قربون. خدا من تو بخورم. یکی از گربه ها دومش بیرون مونده. خودش توی دومش بیرون. نه، اختر عمید خواهر. این اختره ایشون؟ نه، این فرخ، برادر اختر. سلام آقا فرخ. خوبی شما؟ اختر اون بالایی هست؟ بله، بشید. اینجا هم عکس گربه داریم. تمبرهای مختلف. چی؟ عکس تمبرهای مختلف کشورهای. گربه یاکیه ها همشون هم این داشت.
نه اسم گربه نیست نمیدونم یکی اینطور اینو این کجا میتونم برم؟ سرده خیلی جای جالبیه هر از لای بیان. من میگم آخرین باری که اومدم تقریبا 2 سال پیش بود. بمیرم. من سگ پرسنم ولی گربه ها هم دوست دارم. گربه نازی همش به فکر بازی. جالبه نه؟ آره روزا خیلی شلوغه. روزا شلوغه. من آخرین بار روز اومده بودم قلقله بود. لباسم چطوره؟ کادو خراباش از این شاهزاده این از این چی شاهزاده نه سلطنتی ها نیست شاهزاده سلطنتی چیه؟ اینا عشق میکنن بابا چیزی عشق میکنن هر روز یه آدم میاد هی بردم آره تمپرای کشورهای گینه و سوری اینا تمر گربه میخوام نازش کنم اگه بشه میشه؟ بکنم بشه گفتش ناز میتونه کنه بکنم گفت بلند نکنه نمیده نمیشه نازش کنم اونایی که میگن من باید گربه بیارم کامنت بذارید که گربه بیار گربه بزا سوراخه گفتی شبیه ببین اگه قطعی شبیه محسن تمامنده نیست بچه ها ببین آره تو نقشه جدی مامانی ای خدا تو خوابی دست نمیزنم که بیدار نشی آروم نازت میکنم ای جانم ای جا تو گربه میخوام گربه علاقه نشون بده حالا چه حسی دارید؟ هیچ این هم هیچی براش مهم نیست میگم به هیچ چیز بیرونی واکنششون نمیده چیز کلمه‌شو یادم نیست هیچ کنش محرک من محرک به این بزرگی آره من خیلی با این حال کردم من خیلی با تو حال کردم وای جان اسمت چیه؟ اسم منو چیه؟ اسم تو چیه؟ فرخی؟ نصرتی؟ نوستراداموسی؟ قربونت برم خیلی نرم و تمیزن ها خیلی میرسن به اینا از من تمیزتره نگو تیپمو ببین آخه تو حال نکرد بات آقای تنابنده رو دوباره داریم اینجا در نقش جدی حسین جان دهنو بعدا متوجه شدیم که این فرخ ببخشید شیرینه متوجه شدیم که این شیرینه خانم فرخ که اونجا بود یه دونم پیدا کردیم که اصلا اعصاب مصاب یختی چرا اعصاب نداری؟ چه یا؟ این آقا هم افسرده است یه چیزای بد داره فکر میکنه اینکه من کیم من چیم بپرم مپرم Who am I? What is existence? What is life? بنده خدا همونی که چشاش نابینا شده بنده خدا الهی بمیرم من اینجام عزیزم من اینجام از چیزی نتاش قربونت بیام متوجه شدیم که بالا هم داره طبقه بالا هم داره اینجا رو طبقه بالایی کم خلوته کلا 2-3 تا گربه هست ولی خب چیزای بازی زیاد داره این همه سوراخ بالا بود ای چون سلام ما از بالا اومدیم سلام
ششایی داره. گربه سفید رو دوست ندارم من نسبت به گربه‌های مشکی و خاکستری. مثلا اینو خیلی دوست دارم. من لهش کنم. گربه مشکی باشه. گربه باید خاکستری باشه. تو کامنت بنویسید شما سگ پرسنید یا گربه پرسن. این نزدیک بود در دستم بده. چقدر تو ناز و گوگلی تو. یه چیز جالب بدیم که این عکس گربه رو عکاس این عکس من گفتید که ناصرالدین شاه. خیلی جالبه. اون هم ناصرالدین شاه گرفته. ناصرالدین شاه از گربه هم عکس می‌گرفته. من داشتم فکر می‌کردم این شبیه چیه خدا. این شبیه هولو انجیری نیست. کله‌اش هولو انجیریه. قربون لپت برم من. این بوده از موزه گربه ایران. اگه خواستید بیاید گفتم اگه نجات اللهی میایید تو سر کوچه صلواتی اگه اشتباه نکنم سرچ کنیم یا سرچ کنیم موزه گربه ایران. مرسی که ویدیو رو دیدید. دمتون گرم. یادتون باشه که اگه دوست داشتید لایک کنید، ساب کنید، کامنت بذارید میخونم. تا ویدیوی بعدی بدرود.